مامان، من کجا میرم؟ بهش دخترم. فرشتم اونجان؟ آره عزیزم. هی تو هیچ جا نمیری دخترم، تو همینجا پیش ما میمونی. ما با حرفمون فقط به اون جرأت مردن رو دادیم، باید جرأت زندگی کردن میدادیم، جرأت مبارزه کردن با بیماری شو. به جاش کله تفلک رو پر کردیم از قصه‌های آسمونی و فرشته‌های این خواست خدا بوده. حداقلش اینه که خدا نمیخواد کسی بدون مبارزه تسلیم شه. ریاکارایی میخوان. میدونی چیه؟ دروغ سیستمیه که باهاش زندگی میکنیم. گلای عقاقی دیگه پژمرده شدن. پس خورشید کو؟ پشت ابرهای سیاه زندونی شده. بابا، برای خورشید و گلای عقاقی آهنگ میسازی؟ آره دخترم، حتما. خورشید خانم پشت ابرهای سیاه دل زده است، مکر و نیرنگ و ریا. خورشید خانم پشت ابرهای سیاه دل زده است، مکر و نیرنگ و ریا. عاشق نور بود رو گل عقاقیا، غم زده از چادر شب سیاه. خورشید و پشوندم، گلای عقاقی مردم، سر به تاریکی سپردم، دل خورشید و شکوندم. کاشکی برگرده دوباره، باد پاییز و بهاره، یه شگفت گل چاره، در بیاد خورشید دوباره.